توی این ویدیو قراره شما یاد بگیرین که بلاکچین چیه، چه کاربردی داره، نحوه استخراج بیت کوین و حتی نقش بلاکچین در ارز دیجیتال رو کاملا و خیلی به صورت زبان ساده یاد بگیرید و حتی میتونید به دوستاتون هم توضیح بدید که کاملا بلاکچین چیه و چه کاربردی داره. قبل از هر چیزی شما باید بدونید که کلمه بلاکچین از دو کلمه بلاک و چین تشکیل شده که بلاک همون معنی بلاک رو میده و چین همون معنی زنجیر رو میده. اگه بخوایم بلاکچین خیلی ساده توضیح بدیم، بلاکچین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است و خب حالا گزارش ها شامل تراکنش های بانکی، قراردادهای بین شرکت ها و ثبت نمرات و همه چیز، هر چیزی که اطلاعات باشه میتونیم توی سیستم بلاکچین بذاریم. و خب حالا میخوایم طرز کار بلاکچین رو بهتون بگم. شما فرض کنید که یک شرکتی و یک گروهی میان تمام اطلاعات و تراکنش‌های مالی و قراردادهاشون رو میان کدنگاری میکنن و داخل سیستم بلاکچین میذارن و خب این مزیت رو داره که هیچ کس نمیتونه به اونا دسترسی پیدا بکنه و غیر قابل تغییر و دارای امنیت فوق‌العاده بالا هست. و چیزی که ما قبلا نداشتیم این بود که توی سیستم عامیانه امروزی کل مدارکات و تراکنش‌های بانکی و کلا سیستمی هستش که امنیت بالایی نداره چون از سیستم بلاکچین استفاده نمیکنه. خب بریم ببینیم که بیت کوین و ارزهای دیجیتال چه ارتباطی با بلاکچین داره. بلاکچین اولین بار با پیدایش بیت کوین به وجود اومد و خب حالا در مورد استخراج بیت کوین یک مقدار جلوتر بهتون توضیح میدم، ولی مثالی که الان میخوام بزنم کاملا شما میفهمید که ارتباط بین بلاکچین و کلا بازار ارزهای دیجیتال چیه. شما فرض کنید که یک فردی میاد تمام گزارشات مالیشو داخل بلاکچین میذاره و بلاکچین میاد اینو کدگذاری میکنه و ارز دیجیتال به وجود میاد. تمام مسائل و موضوعات ارز دیجیتال همینه که تمام گزارشات مالی به صورت الگوریتم خاصی کدگذاری شده و به اون ارز و به اون دارایی میگن ارز دیجیتال. برای درک بهتر و عمقی مفهوم بلاکچین من میخوام براتون یک مثال بزنم و این مثال یک تراکنش بیت کوینه. بچه‌ها اگه شما این قسمت رو کامل و دقیق یاد بگیرید دیگه مفهوم بلاکچین براتون آسون میشه و دیگه براتون کاری نداره و میتونید برای هر کسی توضیح بدین. و اگر متوجه نشدید ویدیو رو برگردید عقب و دوباره نگاه بکنید. و پس بریم روی مثال. فرض کنید که یک فردی میخواد $100 برای دوستش پول بفرسته و این $100 که توی حسابش الان هست از درآمد کسب شدهشه و خب حالا کل اطلاعات زمان واریز و کی فرستاده کل این اطلاعات ثبت شده است و ما کل این اطلاعات رو بهش میگیم دیتا. پس چی شد؟ کل این اطلاعاتی که این فرد میخواد حالا پول بفرسته به دوستش اسمش رو میذاریم دیتا. و اگه برگردیم یک پله به عقب و بگیم که این $100 کی فرستاده برای این شخص، برمیگردیم به یک خانومی که پرداخت $100 داشته بابت خرید کتاب که بهش میگیم پرویوس هش. پس تا اینجا ما فهمیدیم که دیتا چیه و پرویوس هش چیه. فقط تا اینجا شما بفهمید و حالا بیشتر براتون توضیح میدم و نمیخوام گیجتون کنم و فقط بدونید که دیتا چیه و پرویوس هش چیه. پرویوس هش اینه که کل این اطلاعات و $100 که توی حساب این آقا هستش بابت پرداخت $100 که اون دختر بابت خرید کتاب داده که اسمشو میذاریم پرویوس هش. پس دو مورد شد، پرویوس هش و دیتا. شما این دو مورد فعلا داشته باشید و بریم روی قسمت بعدی. همونطور که توی مثال قبل دیدیم این فرد میخواد $100 برای دوستش پول بفرسته و هر بلاکی از 3 قسمت تشکیل شده: دیتا، پرویوس هش و هش. دیتا اون اطلاعات خود فرد بود، پرویوس هش هم که مال اطلاعات قبلی اون خانوم بود و هش هم که به عنوان یک اثر انگشت توی هر بلاکی عمل میکنه که به زبان کاملا هشی و کدگذاری نوشته میشه. تا اینجا اولین بلاک رو ساختیم و بریم برای مثال بعدی. و خب ما اولین بلاکمون رو با هم ساختیم و قرار زنجیره بلاکیمون هم با هم بسازیم و همونطور که میبینید هر بلاکی هش داره و پرویوس هش و همونطور که میبینید قسمت هش بلاک اول با پرویوس هش بلاک دوم کاملا هماهنگه، نوشته 2p47 2p47. چیزی که هستش اگه بیان این پرویوس هش ها کاملا تغییر بکنن کل زنجیره به هم میخوره و همچین اتفاقی خیلی سخت ممکن اتفاق بیفته که حالا بخوان هش ها رو عوض بکنن و کلا فکر نکنم همچین اتفاقی بیفته.
ولی چیزی که هستش، تنها چیزی که متمرکز و فرق گذاشته بین بلاکچین اینه که بلاک‌های قبلی بلاک‌های جدید رو ساپورت میکنن و این زنجیره باعث شده که بهش بگن بلاکچین. و فکر کنم الان مفهوم بلاکچین رو کاملا فهمیدین و به نظر من بلاکچین چیزیه که کل سیستم به هم وصله و هر کسی هر خطایی بکنه کاملا زیر نظره و متوجه میشن. و بذارید کلمه هش رو براتون معنی بکنم. یک هش رشته‌ای متنی که از یک الگوریتم خاص ریاضی پیروی میکند. کل معنی هش یعنی این. و برای مثال کانال ارز ویلیام رو سابسکرایب بکنید. اگه بخوایم به زبان هش بنویسیم همچین کدی که الان میبینید به این صورت هستش، یعنی کل حروف الفبا و کل شماره رو به زبان خودش تغییر میده و یک رمزی رو ایجاد میکنه. خب رسیدیم به مهمترین بخش بلاکچین که بلاکچین رو با دیگر سیستم ها کاملا متمایز کرده و همونطوری که میدونید کل سیستم بلاکچین کاملا دیسنترالایز یا همون غیر متمرکز هستش. برای مثال فرض کنید که یک فردی توی چین، یک فرد توی آمریکا و یک فرد توی اروپا و یک فردم توی ایران و اگه کسی بخواد کل سیستم رو دستکاری و عوض بکنه باید دسترسی خیلی سریع به این 4 فرد داشته باشه که همچین چیزی برای فعلا امکانش نیستش و بلاکچین اومده از سیستم P2P نتورک برای این کار استفاده کرده که واقعا فوق العاده امنیت بلاکچین رو برده بالا و همین باعث شده که سیستم بلاکچین کاملا طرفدار زیادی داشته باشه و همه بخوان از اون استفاده بکنن. خب رسیدیم به بخش جذاب استخراج بیت کوین. فرض کنید فردی که توی ایران زندگی میکنه میاد تمام سخت افزارش رو در اختیار بلاکچین بیت کوین قرار میده و بلاکچین بیت کوین میاد ذخیره اطلاعاتش رو روی سیستم این فرد پیاده میکنه و ثبت میکنه و بعدش بلاکچین بیت کوین به ازای اینکه سیستمش رو در اختیارش گذاشته به این فرد پول میده و اون فرد میشه تبدیل به ماینر و اینجوریه که بیت کوین استخراج شد. و الان کاملا شما فهمیدین که بیت کوین چجوری ساخته شده و کلا چجوری استخراج میشه و کلا ماینر به چه کسی میگن. و اینم بهتون بگم که بلاکچین فقط مربوط به ارز دیجیتال نیستش، میتونه قرارداد بین 2 شخص، قرارداد بین 2 تا شرکت بزرگ و کلا قراردادهای هوشمند رو روی بلاکچین پیاده کرد و حتی NFT هایی که میبینید و سلامت و درمان، آموزش و پرورش و کل ارگان ها و سازمان هایی که الان توی جامعه دارن کار میکنن میتونن بیان روی بلاکچین و از بلاکچین استفاده بکنن و حتی توی رای گیری هم میشه از بلاکچین استفاده کرد که تقلب کمتری صورت بگیره و رایگیری برای همه مشخص و شفاف باشه. و این بود از ویدیوی بلاکچین و الان کاملا شما یاد گرفتین که بلاکچین چیه و چه کاربردی داره و حتی استخراج بیت کوین هم یاد گرفتید و اگه یکی از شما پرسید بلاکچین چیه الان خیلی راحت میتونید براش توضیح بدین که بلاکچین چیه و چه کاربردی داره. بچه‌ها مرسی از شما که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. کانال ارز ویلیام هدفش اینه که به شما بهترین آموزش‌ها رو بده و به نظر من یادگیری صحیح مساوی با درآمد بیشتر و شما قرار نیست که 1 یا 2 سال توی این بازار باشید، قراره که 1 عمر از این بازار سود بگیرید و درآمد خیلی خوبی داشته باشید. پس هدف کانال ارز ویلیام اینه که به شما بهترین آموزش‌ها رو بده و شما بتونید یک درآمد خوبی از بازار مالی کسب بکنید. پس برای همین کانال رو حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک بکنید و برای دوستاتون هم این ویدیو رو شیر بکنید. خیلی ممنونم ازتون بابت کامنتایی که میذارید و اگه سوالی چیزی بود حتما توی کامنت ها بپرسید و یادتون نره که کانال رو حتما سابسکرایب بکنید و ممنونم از همتون.